ای خدایا تا بکی در ملک مردم در بدر. ای خدایا تا بکی در ملک مردم در بدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. خسته و افسرده حال و درد من. خسته و افسرده حال و درد من. در فراق دوستانم مستمند. در فراق دوستانم مستمند. چون گلی پژمرده و زرد و خزان گردیدم. چون گلی پژمرده و زرد و خزان گردیدم. آب بارانم دهید از هجرتان افتیدم. آب بارانم دهید از هجرتان افتیدم. در چمن و بوستان من یک درختی با ثمر. در چمن و بوستان من یک درختی با ثمر. ریشهی من پدرم و شاخهی من یک پسر. ریشهی من پدرم و شاخهی من یک پسر. ای خدایا تا بکی در ملک مردم در بدر. ای خدایا تا بکی در ملک مردم در بدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. عبدالخالق پدرم ای جان من تاجی سرم. عبدالخالق پدرم ای جان من تاجی سرم. شفیق الله پیسرم آن نور دید و بصرم. شفیق الله پیسرم آن نور دید و بصرم. از جدایی ها کنم شکوه به نزد ظلمنان. از جدایی ها کنم شکوه به نزد ظلمنان. تا که با هم گرد آییم جمع شویم ای عزیزان. تا که با هم گرد آییم جمع شویم ای عزیزان. ای خدایا تا بکی
ای در ملک مردم در بدر. ای خدایا تابک ای در ملک مردم در بدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. هر شبی در خواب خود بینم پسر و هم پدر. هر شبی در خواب خود بینم پسر و هم پدر. باقی فامیل خود را همچنان در و گوهر. باقی فامیل خود را همچنان در و گوهر. وقت بیدار می شوم بینم که ما از هم جدا. وقت بیدار می شوم بینم که ما از هم جدا. راه وصلت را نشانم ده خدایا ای خدا. راه وصلت را نشانم ده خدایا ای خدا. ای خدایا تابک ای در ملک مردم در بدر. ای خدایا تابک ای در ملک مردم در بدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. من جدا از اهل و فامیل و پسر و هم پدر. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. اسم من احمد شو گردیدم مسافر ای خدا. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. از فراق کندوزی زیبای خود با اشکها. این نعتیه در وصف مسافری دور از مسکن احمد شاه جان از ولایت کندوز سروده شد. ترتیب و سرایش از احمد خالد دانشیار بلخی. ضبط و ریکارد استودیوی. ای خداوند کریمی کارساز، بندگان را مهربان و چاره ساز. چاره کاری منی بیچاره کن، یک نظر بر بنده آواره کن. گشتم رسوا از این شرمندگی، شرم دارم ندارم بندگی. بنده غافل به درگاه آمده، مجرم و عاصی در شاه آمده. رفت عمرم از پی نفس و هوا، شد تباه حالم خدایا رهنما. راه بالمایم صراط المستقیم، تا نگردد پیروی دیوی لعین. گر نباشی دستگیرم ای خدا، میبرد شیطان مرا دامی بلا. ای خدا حافظ ایمانم تویی، از شر شیطان نگهبانم تویی. غیر درگاهت ندارم پشتبان، ای خداوند کریم و مهربان. جمله مؤمنین را خدایا کن نظر، رحم داری بر یتیم و بی پدر. عاجز و مسکین و محتاج و گدا، در فغان گویان هر دم ای خدا. جمله رو بر درگهت آورده اند، چون که عاجز و حقیر و بنده اند. آن که دارد کبر و عجب و فخر و کین،
گشته از او پیروی دیوی لعین. لطف کن بر بندگانت ای خدا، ما گنهکاریم و تو غمخواری ما. رحم کن بر حال زاری بندگان، ای خداوندی رحیم و غیب دان. گر نباشد لطف و احسانت به ما، جمله می باشیم گرفتاری بلا. از هجومی حرص و نفس و شهوتم، صد دریغا دائما در غفلتم. می خورم افسوس و درگاهی احد، از دلی ناپاک گناهی به عدد. رو به درگاهی تو آوردم کنون، گرچه باشم شیخ و شابوز و فنون. از اجل راهی گریز نیست و بس، من ندیدم از اجل بگریخت کس. ای دریغا از گناهی به شمار، کرده ایم بر جان خود جبر اختیار. ما به جانی خود ستم خود کرده ایم، زین سبب نزد خدا شرمنده ایم. خاری عاجز و مسکین و حقیر، رو به تو آورده است دستش بگیر. گرچه باشم پرگناه در جهان، لطف و احسانی تو دارم پشتبان. این مناجاتم قبول گردد اگر، بندگانت را نگه دار از سقر. بندگانت را نگه دار از سقر. ای خداوند مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست. نفس اماره در این ماه به زندان بکنید، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید، خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید. موسم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت، و به پژمرده روان باد صبا می آید. فرصتی بهتر از این ماه کجا می باشد، که در آن بخشش هر جرم و خطا می باشد. همگی با دل و جان خدمت مهمان بکنید، چون که مهمان همه ماه خدا می باشد. موسم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت، و به پژمرده روان باد صبا می آید. سائلان را به سر سفره خود راه دهید، تحفه عشق به هر مفلس و هر شاه دهید. با یکی خیر هزاران به تو برخواهد گشت، هرچه در وسع و توان است در این ماه دهید. قدر این ماه بدانید که تکراری نیست، آن که در خواب فرو رفت بیداری نیست. شوق ایمان که نباشد به دل پیر و جوان، تا که دینش شده خشکیده و پرباری نیست.
خدایا میهنم آباد و گردان، آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فی غم و ناله ها سر زده میهن، سر زده میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. خدایا میهنم آباد و گردان، آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فی غم و ناله ها سر زده میهن، سر زده میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. کفار ظلم های بی حد کرد به میهن، های کرد به میهن، که این ظلم بر سری هر خانه گشته، وای هر خانه گشته. یتیم کرد طفل معصوم مسلمان، معصوم مسلمان، جوانان مسجون و زولانه گشته، وای زولانه گشته. خدایا میهنم آباد و گردان، آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فی غم و ناله ها سر زده میهن، سر زده میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. به هر دشت و بیابان خون چکیده، وای خون چکیده، ز دستی ظالمان تیرها رسیده، وای تیرها رسیده. همه شیران فدا کرد جانی خود را، های جانی خود را، کی جسمی هر جوان با خون تپیده، وای با خون تپیده. خدایا میهنم آباد و گردان، آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فی غم و ناله ها سر زده میهن، سر زده میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. شده داخل به کشور فوج کافر، های فوج کافر، نموده ظلم و طغیان های اکبر، طغیان اکبر. فساز دست اینها عامو گشته، های عامو گشته، فراموش کردن چون ذاتی داور، وای داور. خدایا میهنم آباد و گردان، آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فی غم و ناله ها سر زده میهن، سر زده میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. فریب داده مسلمان را به دولت، داده به دولت، نموده عزمی محکم کفری ابتر، های کفری ابتر. یقین آیین دین نابود بسازد، نابود بسازد، برای ملتی خون داده از سر، خون داده از سر. خدایا میهنم آباد و گردان،
آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فیغان و ناله ها سر زد به میهن، سر زد به میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. فقیری جان فدا کن بهر ملت، های بهر ملت، وطن گشت خزان از دست ذلت، وای از دست ذلت. مسلمان ها شب و روز رنگ کشیده، وای رنگ کشیده، برای دین اسلامی عزیزت، وای اسلامی عزیزت. خدایا میهنم آباد و گردان، آباد و گردان، ملت محزونش را شاد و گردان، وای های شاد و گردان. فیغان و ناله ها سر زد به میهن، سر زد به میهن، از این ظلم و جفا آزاد و گردان، وای آزاد و گردان. بخوان منیب شعار ملتی خود، های ملتی خود، شعاری ملتی پر همتی خود، وای پر همتی خود. بکن قربان سر و جان بهر اسلام، های بهر اسلام، که گردی سرفراز با عزتی خود، وای با عزتی خود. بخوان منیب شعاری ملتی خود، های ملتی خود، شعاری ملتی پر همتی خود، وای پر همتی خود، شعاری ملتی پر همتی خود، وای پر همتی خود. توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کفمان می رود. این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود، همچو نفس از تن و جان می رود. وای نبخشید مرا برکشید، برکشید همچو یکی مرغ بران می رود، می رود. صد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود، زوز پیش همگان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشده از پاک هنوز از گناه، این رمضان از دوان می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کفمان می رود. این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود، همچو نفس از تن و جان می رود. بار الها نظری کن ببخش، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. بار الها نظری کن ببخش، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان از دوان می رود. وای
وای نبخشید مرا برکشید همچو یکی مرغ بران می رود صد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود توبه نکردیم رمضان می رود وقت گران از کفمان می رود این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود همچو نفس از تن و جان می رود توبه نکردیم رمضان می رود وقت گران از کفمان می رود این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود همچو نفس از تن و جان می رود وای نبخشید مرا برکشید همچو یکی مرغ بران می رود صد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود قدر ندانسته شب قدر نیست از کف هر پیر و جوان می رود دل نشده است پاک هنوز از گناه این رمضان از دوان می رود توبه نکردیم رمضان می رود وقت گران از کفمان می رود این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود همچو نفس از تن و جان می رود بار الها نظری کن ببخش وقت خوش تیر دلان می رود آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود بار الها نظری کن ببخش وقت خوش تیر دلان می رود آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود قدر ندانسته شب قدر نیست از کف هر پیر و جوان می رود دل نشده است پاک هنوز از گناه این رمضان از دوان می رود وای نبخشید مرا برکشید همچو یکی مرغ بران می رود صد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود توبه نکردیم رمضان می رود وقت گران از کفمان می رود این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود همچو نفس از تن و جان می رود توبه نکردیم رمضان می رود وقت گران از کفمان می رود این دهه آخر شبهای قبل همچو نفس از تن و جان می رود همچو نفس از تن و جان می رود وای نبخشید مرا برکشید همچو یکی مرغ بران می رود صد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود قدر ندانسته شب قدر نیست از کف هر پیر و جوان می رود
دل نشد از پاک هنوز از گناه. این رمضان است دوان می رود، توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کفمان می رود. این دهه آخر و شبهای قدر هم تو نفس از تن و جان می رود، هم تو نفس از تن و جان می رود. بار الها نظری کن ببخش، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. بار الها نظری کن ببخش، بخت خوش تیر دلان می رود. آه کجا بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان است دوان می رود. وای نبخشید مرا برکشید، همچو یکی مرغ بران می رود. صد افسوس که این ماه خوب سوز پیش همگان می رود، سوز پیش همگان می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کفمان می رود. این دهه آخر شبهای قدر هم تو نفس از تن و جان می رود، هم تو نفس از تن و جان می رود. خواب بودم خواب دیدم مردم، بی نهایت خسته و افسردم. تا میان گور رفتم دل گرفت، قلب کن سنگ لحد را گل گرفت. بالش زیر سرم از سنگ بود، غرق ظلمت سوت و کور و تنگ بود. هر که آمد پیش حرفی راند و رفت، سوره حمدی برایم خواند و رفت. خسته بودم هیچ کس یارم نشد، تشنه بودم در پی یک جرعه آب. آمدن از راه نزدم دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک. یک ملک گفتا بگو دین تو چیست، دیگری فریاد زد رب تو کیست. گرچه پرسش ها به ظاهر ساده بود، لرزه بر اندام من افتاده بود. چهره ام از شرم می شد سرخ و زرد، بار دیگر بر سرم فریاد کرد. در میان عمر خود کن جستجو، کارهای نیک و زشتت را بگو. هرچه می کردم به اعمالم نگاه، بر زبان آوردنش دشوار بود. چاره ای جز لب فرو بستن نبود، گرز آتش بر سرم آمد فرو. چون ملائک ناامید از من شدن، حرف آخر را چنین با من زدن. عمر خود را ای جوان کردی تباه، نامه اعمال تو باشد سیاه. ما که مأموران حق داوریم، پس تو را سوی جهنم میبریم. ناامید از هر کجا و دل فکار، میکشیدندم به خفت سوی نار.
ناگهان الطاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد. مردی آمد از تبار آسمان، دیگران چون نجم و او چون کهکشان. صورتش خورشید بود و غرق نور، جام چشمانش پر از خمر طهور. چشمهایش زندگانی می سرود، درد را از قلب انسان می زدود. بر سر خود شال سبزی بسته بود، بر دلم مهرش عجب بنشسته بود. کی به زیبایی او گل می رسید، پیش او یوسف خجالت می کشید. دو ملک سر را به زیر انداختن، بال خود را فرش راهش ساختن. غرق حیرت داشتن این زمزمه، آمده اینجا حسین فاطمه. صاحب روز قیامت آمده، گوییا بهر شفاعت آمده. سوی من آمد مرا شرمنده کرد، مهربانانه به رویم خنده کرد. گشتم از خود بی خود از بوی حسین، من کجا و دیدن روی حسین. گفت آزادش کنید این بنده را، خانه آبادش کنید این بنده را. این که اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده. مادرش او را به عشقم زاده است، گریه کرده بعد شیرش داده است. خیش را در سوز عشقم آب کرد، عکس من را بر دل خود قاب کرد. بارها بر من محبت کرده است، سینه‌اش را وقف هیئت کرده است. سینه چاک آل زهرا بوده است، چای ریز مجلس ماه بوده است. اسم من راز و نیازش بوده است، تربتم مهر نمازش بوده است. پرچم من را به دوشش می کشید، پا برهنه در عزایم می دوید. بهر عباسم به تن کرده کفن، روز تاسوعا شده سقای من. اقتدا بر خواهرم زینب نمود، گاه می شد صورتش بهرم کبود. تا به دنیا بود از من دم زده، او غذای روزم را هم زده. قلب او از حب ما لبریز بود، پیش چشمش غیر ما ناچیز بود. با ادب در مجلس ما می نشست، قلب او با روزه ما می شکست. حرمت ما را به دنیا پاس داشت، ارتباطی تنگ با عباس داشت. اشک او با نام من می شد روان، گریه در روزه نمی دادش امان. بارها لعن امیه کرده است، خیش را نذر رقیه کرده است. گریه کرده چون برای اکبرم، با خود او را نزد زهرا میبرم. هرچه باشد او برایم بنده است، او بسوزد صاحبش شرمنده است. در مرامم نیست او تنها شود، باعث خوشحالی اعدا شود. سختی جان کندن و هول جواب، بس بود بهرش به عنوان عقاب. در قیامت عطر و بویش میدهم، پیش مردم
آبرویش میدهم. تقدیم به ساعت مقدس حضرت ولی از حجت ابن الحسن علیه السلام. الهی ای نهایت رحمت و مهربانی، به واسطه همه اسما و صفاتت از تو یاری میخواهم. به راستی دنیا را چه شده است؟ فرودگاه ها و بنادر، مدارس و دانشگاه ها همه تعطیل شده. تجارت و کسب و کار از رونق افتاده. شهرهای بسیاری در قرنطینه هستند. آیا جنگ جهانی دیگری در راه است؟ یا باید منتظر بلای بزرگتری باشیم؟ حقیقت این است که الله به یکی از سربازانش اجازه داده تا وارد میدان شده و هشداری برای جهانیان باشد. سربازی بسیار کوچک که حتی با چشم معمولی قابل مشاهده نیست. آری، ویروسی به نام کرونا. ویروسی به نام کرونا که این چنین دنیا را تکان داده است. ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده بسیار کمیاب شده و در این میان پزشکان و دانشمندان در تلاش هستند تا چاره‌ای پیدا کنند. حقیقتاً بلای خانمان سوزی است این کرونا. برادران و خواهران عزیزم، الله سبحانه و تعالی در 30مین آیه از سوره مبارکه شورا می فرماید: هر مصیبتی به شما می رسد به سبب گناهانی است که انجام می دهید و من بسیاری از آنها را می بخشم. عزیزان گرامی، آیا وقت آن نرسیده که به وسیله توبه از گناهان و روی آوردن به طاعت الهی به ذات با عظمتش رجوع کنیم؟ تنها او را به فریاد بخوانیم و بدانیم که غیر از او هیچ فریاد رسی نداریم که یاریمان کند. الهی، تو شب و روز نعمتهای خیش را بر ما نازل می کنی و ما به جای شکر نافرمانیت می کنیم. یا الله، ما چقدر ناسپاسیم که به غیر تو دل بستیم و بندگانت را شفا دهنده پنداشتیم. الهی، اگر لحظه ای ما را به حال خود رها کنی نیست و نابود می شویم. ای بندگان الله، کاش این مصیبت باعث شود تا الله را بیشتر بشناسیم و به او توکل کنیم و تنها دل به قدرت و عظمت او تعالی ببندیم. من نمیگویم احتیاط نکن و از ماسک و دارو و دیگر وسیله ها استفاده نکن. میگویم به اینها دل نبند و فکر نکن که این چیزها تو را از مرگ نجات خواهد داد. همه روزه در اخبار میشنویم که عده‌ای از کرونا مردند و عده‌ای دیگر شفا پیدا کرده، مرخص شدند، با اینکه همه آنها از این داروها و تجهیزات استفاده کردند. پس به یگان شفا دهنده عالم دل بسپار و تنها از او شفا طلب کن. مرگ و زندگی در دست الله است. الله در آیه 145 سوره مبارکه آل عمران می فرماید: هیچ شخصی نیست که بمیرد مگر به امر و اراده الله و زمان مرگ او با قید وقت معینی نوشته شده است. بدانید که در این لحظات بحرانی مردم بیشتر از همه به شناخت الله تعالی احتیاج دارند تا در پناه یگان معبود بر حق عالم از این همه بلاها به سلامتی عبور کنند. و این شناخت تنها در سایه فهم قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میسر خواهد شد. آگاه باشید، مصیبت برای مؤمنانی که صبر می کنند و تسلیم قضا و قدر الهی هستند رحمت است، اما برای کسانی که زبان به اعتراض در برابر تقدیر الله می گشایند عذابی دردناک خواهد بود. در پایان عرایزم دعایی را که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده برای شما بیان می کنم. امیدوارم الله تعالی این دعا را از ما و شما بپذیرد. الهی،
من از پیسی و دیوانگی و جزام و از بیماری های بد به تو پناه میبرم. از همین الان چند شب و روز مونده تصمیم قاطعانه، نیت صادقانه به خدا بگیم خدایا من بهشت میخوام. بگو به خدایا من دیگه بهشت میخوام، من تحمل عذاب قبر و دوزخ و جهنم ندارم. تصمیم گرفتم که این ماه رمضان ماه نجات و رهایی از عذاب قبر و جهنم و دوزخ برام باشه و ماه رسیدن و سزاوار شدن بهشت باشه برام. نمیتونی به خدا بگی؟ اون انسانی که نمیتونه با خداش راز و نیاز بکنه خیلی از خدا غافله و بریده و جدا شده. راز و نیاز بکنیم، تصمیم بگیریم. بعد از اینکه تصمیم رو گرفتیم برنامه تو بگو، برنامه بریز. حتی اگر خواهران بالاخص این برنامه ریزی رو بنویسن برای نظام خانوادگی که در شب و در روز ما چه کار انجام بدیم، تا این حد بنویسیم برای خودمون. یک، نمازهای 5 وقت چطوری بخونیم؟ تصمیم بگیریم نمازهای 5 وقتمون در ماه رمضان درست با جماعت تو مسجد که بعد از رمضان ادامه داشته باشه. نگو به حرمت رمضان ما نماز 5 وقت میخونیم. ما عبادتمون، روزمون برای کیه؟ برای خداست، نه برای رمضان. ما بنده رمضان نیستیم، بنده رب رمضانیم که الله عزوجل باشه. نمازهای 5 وقت جزو برنامه ریزیمون باشه با جماعت تو خونه خدا. چقدر ارزشمنده در حال روزه فرض در ماه مبارک رمضان به نماز صبح، به نماز ظهر، به نماز عصر، به نماز مغرب بیایید. چقدر اگر خداوند پرده رو برداره در اون لحظه چه جایگاهی دارید. روزه در ماه رمضان، اومدن به سوی خونه خدا برای ادای فریضه نماز، اینا همیشه جمع نمیشه با هم عزیزان. چقدر آدم روز قیامت حسرت میخوره این فرصت رو از دست میده. اصلی ترین قسمت و بخش در برنامه ریزی برای هر مسئله‌ای اون نیت و آرزو و تصمیم گیری است. تصمیم جدی. من میخوام تو این ماه رمضان در زندگی خودم تغییر و تحول به وجود بیارم، گذشته خودم رو پاک بکنم، آینده خودم رو روشن بکنم، رابطه خودم رو با خدای خودم مستحکم بکنم، ایمان خودم رو قوی بکنم، قلبم رو پاک بکنم، زبان خودم، رفتار خودم، اخلاق خودم، زندگی خانوادگی خودم با همسایگان، با فامیل و خویشاوندان، تو جامعه با همگان خوب بشم. من میخوام یه بنده موفق، خوب، خدا پسند باشم. مگر نمیشه؟ انسان نمیتونه مگه؟ تصمیم میخواد. تصمیمو بگیر، براش برنامه ریزی بکن، بعد از الله بخواه. اگر بغض و کینه دارید، قهرید. ما کسایی داریم از نزدیکترین افراد فامیل و خویشاوند خودشون قهرن، نه یه ماه، سالهاست. خواهر با خواهر، برادر با برادر، خواهر و برادر، با عمه با خاله با عمو قهرن، پشت کردن. پیغمبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام لا يدخل الجنه قاطع رحم. ما چطوری میخوایم وارد بهشت بشیم در حالی که رابطه خویشاوندی رو قطع کردیم؟ و پیغمبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام کسی که رابطه خویشاوندی رو قطع بکنه وارد بهشت نمیشه. خودمون رو آماده بکنیم، دلهامون رو پاک بکنیم. سالهای سال افراد هستن با همسایه قهرن، با مسلمون قهرن. مگه نمیدونیم که الله عزوجل به نامه اعمال و عملکرد انسانهایی که بغض و کینه دارن قهرن، نگاه هم نمیندازه به نامه اعمال و عملشون. برید سری به قبرستان بزنید. من خواهش من از جوانا بالاخص اینه، هنگام تشییع جنازه بریم، احیانا هم 2-3 نفر از دوستا با هم بشیم، بگیم بریم یه 10 دقیقه سری به قبرستان، به گورستان بزنیم، تأملی بکنیم، نگاه بکنیم. اینایی که دفنن یه روزی مثل من و شما زنده بودن، یه روزی جای ما هم همینجاست. تا یاد قیامت، یاد خدا تو ذهن و دلمون زنده تر بشه، دلمون نرم بشه. هر وقت شیطان وسوسه کرد برای گناه، برای لغزش، برای معصیت، یاد مرگ رو بیشتر بکنیم. بریم به سر قبرستون یه زیارت و ملاقاتی بکنیم که پیغمبر میفرمودن علیه الصلاه و السلام زیارت قبور دلها رو نرم میکند، انسان رو به یاد خدا و قیامت میندازه. تو
تو واتساپ، تو فضای مجازی، تو روستامون، تو خونمون، تو شهرمون بهمون خبر میدن فلانی مرد. حالا یا میشناسیم دوستمونه، تعجب میکنیم، یا غریبه هست، جوان بود، پیر بود، مرد بود، زن بود. همیشه در طول سال تکرار میشود مرگ این و اون. اما اینو بدونیم که یک روز یه حمامی میریم و به مردم اعلان میکنن که فلانی که من شما دیگری باشه مرد. مگه نمیاد اون روز؟ قطعا میاد. پس آماده باشیم. وقتی آماده مرگ و قیامت باشیم، زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسد، با جان و دل، با تمام وجود به استقبال رمضان میریم. آدما بعد از مرگ قدر همدیگه رو میفهمن. حالا که میخواهی بعد از مرگم قدر مرا بدانی، من همانم، اکنون جلو تو نشستم و شما هم همانید، جلو من نشستید. مهربان باشیم در حق هم دیگه، عفو بکنیم یکدیگر را، قدر یکدیگر را بدانیم، دعای خیر من پشت سر هم باشد. یک عزیز خدا میگن بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن اخی چون اینقدر گریه میکنی؟ تو باقی در وقتی تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ از ترس گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است که من بندم پشیمان شه و از صدق توبه کنه، من گناهش میگذارم. خودش وعده کرده. چون اینقدر تو خط عذاب میتی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارد، لیکن شرمندگی این که من در بالای او زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم، چطور روی وی نگاه میکنم؟ آیا زناگارا، آیا عرقخورا، خدا شما رو میبیند اگر رو پرو به خدا میگی در مرافعی سودی و اینطور که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ گیرم که تو از سری گناه در گذری، زان شرم که دیدم که چی کردی، چی کردم، چی زان شرم که دیدی که چی کردم، چی کردم. آره میدونم تو گناه میگذری، لیکن آخه او حالت تو من دیده بودی. مانند یک آدمی با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر بار که او رو بینی سرخ میشوی، هم تا هست خجالت میشویم. 1 سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم خجالت میشویم. مگر با خدا چطور رو بشنید؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد، تلفنش در گوشش بر پدری کسی لعنت که این تلفنا رو براود، خداوند الهی فقیر کند و سختترین حالت جزاش دید. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک، خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختی صحبت دارن. از خانک برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. پیش طرف داری کامونیستان یک عیب و شرم بود، احتیاط کرده میاد یک جای بجایی بوا میخوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شب مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن، میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم، میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش آدم ها تو گرشین باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من برای رفیقان گفتم که بیایی رویم دال این بحر هم برای فرو میبرد. خداوند هست تا بنده از خود نگذارد خدا عذاب نمی کند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون.
خدا میگه من اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرن. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهرش نگیره. دوشنبه نگاه کن، خدای قادر است ورزا با جمع میکنه یه باره سرش میدیه. نه دوشنبه میمونه، نه دیگر جا. برادر عزیز، من به جای تو میشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگی یا به خاطر شرم داشتگی عصبی شدی. خدا خواهد صبر کن، ثواب میگیری. برای تو انشاءالله زن بسیار است. وای از زنی خوب بگیر، فراموش شده میرودی. اما وای به این جوان و وای به این همسر. براهی راست بگرد مکن تو خطا، حرمت کنند عزتت را مان بجا. در زمینی پرواز مکن در هوا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. بر سولتت باور مکن تو اصلا، امروز بای هستی و فردا تو گدا. از خدا ترس بترس از روزی جزا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. مغرور مشو با این مال و دولتت، عمارت و خانه های سرقوت. اول و آخری تو هست یک جسد، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. در زیر پای تو ماشین ها قطار، دوستانت هم بسیارند و بیشمار. اگر چند عمر بینی تا 1000، در آخرت جای تو کنجی مزار. سرپل هستی امروز زبانت گویا، هر کاری میکنی میروی هر جا. روزی میشود که میمانی از پا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. مغرور مشو با این مال و دولتت، عمارت و خانه های سرقوت. اول و آخری تو هست یک جسد، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. براهی راست بگرد مکن تو خطا، حرمت کنند عزتت را مان بجا. در زمینی پرواز مکن در هوا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. آمدم به درگهت تضرع و دعا کنم، ز سوز دل بخوانمت شور و نوا بپا کنم. 1000 بار و بیشتر توبه گر شکستم، آمدم بار دیگر به توبه ام وفا کنم. یک شب اگر نیامدم به درگهت بهر نیاز، کنون به گریه خوانمت به مثل نینوا کنم. خشم اگر نمودهی ذکرده های زشت من، به آه و ناله آمدم تا که تو را رضا کنم. فقیر و زار و خستم، حقیر و دل شکستم. تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم.
فقیر و زار و خستم، حقیر و دل شکستم. تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم؟ تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم؟ خطا کردم خطا استغفر الله، ببخشایم خدا استغفر الله. ندانستم هوس با من چه ها کرد، نمود است و جدا استغفر الله. شدم دور از در رحمانی تو، کجا رفتم کجا استغفر الله. به کار و بار دنیایی گرفتار، به حق خود جفا استغفر الله. به حق خود جفا استغفر الله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رقا استغفر الله. نبارد قطره‌ای باران خدایا، سبب اعمال ما استغفر الله. نداریم با کم خود ما قناعت، طعام ما ربا استغفر الله. نباشد الفتی با خویش و اقوام، چه شد صلح و صفا استغفر الله. نبویی از صداقت در سخنها، نماد عهد و وفا استغفر الله. شده غیبت به هر مجلس چه شیرین، که این هم شد غذا استغفر الله. که این هم شد غذا استغفر الله. برادر با برادر کینه دارد، به جان هم بلا استغفر الله. نه حرمت بر پدر یا مادر خیش، نه شرمی نه حیا استغفر الله. درون ما شده چون سنگ و آهن، و ظاهر چون طلا استغفر الله. ببین بازار رمالی چه غوغاست، به هر خانه عزا استغفر الله. به هر خانه عزا استغفر الله. چرا ما بر گناه اصرار داریم، نمیدانم چرا استغفر الله. خدایا رهنمایی کن تو ما را، چه ها کردیم چه ها استغفر الله. چه ها کردیم چه ها استغفر الله. شعر از عارف دهمرده. خطا کردم خطا استغفر الله، ببخشایم خدا استغفر الله. ندانستم هوس با من چه ها کرد، نمود است و جدا استغفر الله. شدم دور از در رحمانی تو، کجا رفتم کجا استغفر الله. به کار و بار دنیایی گرفتار، به حق خود جفا استغفر الله. به حق خود جفا استغفر الله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رقا استغفر الله. نبارد قطره‌ای باران خدایا، سبب اعمال ما استغفر الله. نداریم با کم خود ما قناعت، طعام ما ربا استغفر الله. نباشد الفتی با خویش و اقوام، چه شد صلح و صفا استغفر الله. نبویی از صداقت در سخنها، نماد عهد و وفا استغفر الله. شده غیبت به هر مجلس چه شیرین،
که این هم شد غذا استغفرالله، که این هم شد غذا استغفرالله. برادر با برادر کینه دارد، به جان هم بلا استغفرالله. نه حرمت بر پدر یا مادر خیش، نه شرمی نه حیا استغفرالله. درون ما شده چون سنگ و آهن و ظاهر چون طلا استغفرالله. ببین بازار رمالی چه غوغاست، به هر خانه عزا استغفرالله، به هر خانه عزا استغفرالله. چرا ما بر گناه اصرار داریم، نمیدانم چرا استغفرالله. خدایا رهنمایی کن تو ما را، چه ها کردیم چه ها استغفرالله، چه ها کردیم چه ها استغفرالله. شعر از عارف دهمرده. ای خالقی یکتای من، ای ربی بی همتای من بلبل و شیدای تو، ای زینت آوای من. ای خالقی یکتای من، ای ربی بی همتای من بلبل و شیدای تو، ای زینت آوای من. آیم به سویت هر دمی، سازن به کویت ماتمی، تو بندگان را همدمی. ای خالقی یکتای من، تو بندگان را همدمی. ای خالقی یکتای من. آیم به سویت هر دمی، سازن به کویت ماتمی، تو بندگان را همدمی. ای خالقی یکتای من، تو بندگان را همدمی. ای خالقی یکتای من. گر تو برانی از درت، بر تو بگیری در برت، هر لحظه باشم چاکرت. ای خالقی یکتای من، هر لحظه باشم چاکرت. ای خالقی یکتای من. گر تو برانی از درت، بر تو بگیری در برت، هر لحظه باشم چاکرت. ای خالقی یکتای من. در گفتگویت میروم، در جستجویت میروم، تا خاک کویت میروم. ای خالقی یکتای من، تا خاک کویت میروم. ای خالقی یکتای من. در گفتگویت میروم، در جستجویت میروم، تا خاک کویت میروم. ای خالقی یکتای من، تا خاک کویت میروم. ای خالقی یکتای من عاشقی رخسار تو، دیوانه و عیار تو، هر لحظه در گفتار تو. ای خالقی یکتای من، هر لحظه در گفتار تو. ای خالقی یکتای من عاشقی رخسار تو، دیوانه و عیار تو، هر لحظه در گفتار تو. ای خالقی یکتای من، هر لحظه در گفتار تو. ای خالقی یکتای من. در عشق تو نالان منم، از هجر تو گریان منم، در وصف تو حیران منم. ای خالقی یکتای من، در وصف تو حیران منم. ای خالقی یکتای من. در عشق تو نالان منم، از هجر تو گریان منم، در وصف تو حیران منم. ای خالقی یکتای من، در وصف تو حیران منم. ای خالقی یکتای من. پیدا شدم از قدرتت،
شیدا شدم از فرقتت، فانی شوم از هیبتت ای خالق یکتای من، فانی شوم از هیبتت ای خالق یکتای من. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم از فرقتت، فانی شوم از هیبتت ای خالق یکتای من. از سینم سوزی برار در عشق خود ای کردگار، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من. از سینم سوزی برار در عشق خود ای کردگار، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من. پروردگار عالمین بسرت بگویم نازنین، ای صاحب و سلطان دین ای خالق یکتای من، ای صاحب و سلطان دین ای خالق یکتای من. ای خالق یکتای من، ای رب بی همتای من، من بلبل و شیدای تو ای زینت آوای من. ای خالق یکتای من، ای رب بی همتای من، من بلبل و شیدای تو ای زینت آوای من. آیم به سویت هر دمی، سازم به کویت ماتمی، تو بندگان را همدمی ای خالق یکتای من، تو بندگان را همدمی ای خالق یکتای من. آیم به سویت هر دمی، سازم به کویت ماتمی، تو بندگان را همدمی ای خالق یکتای من، تو بندگان را همدمی ای خالق یکتای من. گر تو برانی از درت، بر تو بگیری در برت، هر لحظه باشم چاکرت ای خالق یکتای من، هر لحظه باشم چاکرت ای خالق یکتای من. گر تو برانی از درت، بر تو بگیری در برت، هر لحظه باشم چاکرت ای خالق یکتای من. در گفتگویت میروم، در جستجویت میروم، تا خاک کویت میروم ای خالق یکتای من، تا خاک کویت میروم ای خالق یکتای من. در گفتگویت میروم، در جستجویت میروم، تا خاک کویت میروم ای خالق یکتای من، تا خاک کویت میروم ای خالق یکتای من. من عاشق رخسار تو، دیوانه و عیار تو، هر لحظه در گفتار تو ای خالق یکتای من، هر لحظه در گفتار تو ای خالق یکتای من. من عاشق رخسار تو، دیوانه و عیار تو، هر لحظه در گفتار تو ای خالق یکتای من، هر لحظه در گفتار تو ای خالق یکتای من. در عشق تو نالان منم، از هجر تو گریان منم، در وصف تو حیران منم ای خالق یکتای من، در وصف تو حیران منم ای خالق یکتای من. در عشق تو نالان منم، از هجر تو گریان منم، در وصف تو حیران منم ای خالق یکتای من، در وصف تو حیران منم ای خالق یکتای من. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم از فرقتت، فانی شوم از هیبتت ای خالق یکتای من،
فانی شوم از هیبتت ای خالق یکتای من. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم از فرقتت، فانی شوم از هیبتت ای خالق یکتای من. از سینم سوزی برار در عشق خود ای کردگار، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من. از سینم سوزی برار در عشق خود ای کردگار، ای مالک و پروردگار ای خالق یکتای من. پروردگار عالمین وصفت بگویم نازنین، ای صاحب و سلطان دین ای خالق یکتای من، ای صاحب و سلطان دین ای خالق یکتای من. تو ای انسان نمیدانی که در دنیا نمیمانی، تو را آید چنین روزی که اندر گور مهمانی، که اندر گور مهمانی. کجا شد آدم و حوا، کجا شد نوح کشتیبان، که وقتی بود در طوفان خدایش بود پشتیبان، خدایش بود پشتیبان. کجا شد یوسف مصری، جمالش بود چو خورشیدی، زلیخا بانوی دربار تمنا کرد از او زاری. کجا شد آن سلیمان را که شاه جن و دیوان را، کجا شد عاقبت تختش چو اندر روی او نابود، چو اندر روی او نابود. کجا شد حضرت موسی، خدا داد معجزش عصا، بسا جنگید با فرعون که غرقش کرد در دریا، که غرقش کرد در دریا. کجا شد آن حبیب الله محمد ابن عبدالله، شب معراج بر کرسی حضورش خواند الله، شب معراج بر کرسی حضورش خواند الله. نبی الله در این عالم به مثل ماهی تابان بود، جمال نازنین او دل آرام صحابان بود، جمال نازنین او دل آرام صحابان بود. ابو بکر یار غار او همیشه جان نثار او، ز دوستی نبی قبرش بگردید هم جوار او، ز دوستی نبی قبرش بگردید هم جوار او. عمر مردی دلاور بود
نبی را یار و یاور بود به هر امری که او می گفت خدا از رأی او خوشنود خدا از رأی او خوشنود کجا عثمان ابن عفان که او بود جامع قرآن سخی هم بود و ذی‌النورین بر اسلام کرد او احسان بر اسلام کرد او احسان علی داماد پیغمبر که بود شیر خدا حیدر علی مرد شجاعت بود مسلط بود بر هر در علی مرد شجاعت بود مسلط بود بر هر در تو ای انسان نمیدانی که در دنیا نمیمانی تو را آید چنین روزی یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من شمس و ضحی بود روی رعنای تو جانانی من شمس و ضحی بود روی رعنای تو جانانی من لیل و دنیا بود موی زیبای تو صفای من لیل و دنیا بود موی زیبای تو صفای من یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من تو بودی فخر جملگی انبیا خیر الورا تو بودی فخر جملگی انبیا خیر الورا تو هستی شافع آن روز جزا دلربا تو هستی شافع آن روز جزا دلربا یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من شمس و ضحی بود روی رعنای تو جانانی من شمس و ضحی بود روی رعنای تو جانانی من لیل و دنیا بود موی زیبای تو صفای من لیل و دنیا بود موی زیبای تو صفای من یا رسول الله فدای نام تو جان من یا رسول الله فدای نام تو جان من آرزویم روز حشر دیدار تو خواهانی من
آرزویم روز حشر دیداری تو خواهانی من. تو بودی فخر جملگی انبیا خیر الورا، تو بودی فخر جملگی انبیا خیر الورا. تو هستی شافعی آن روز جزا دلربا، تو هستی شافعی آن روز جزا دلربا. یا رسول الله فدای نام تو جان من، یا رسول الله فدای نام تو جان من. آرزویم روز حشر دیداری تو خواهانی من، آرزویم روز حشر دیداری تو خواهانی من. عطا کردی خطا کردم، خطا کردم عطا کردی، وفا کردی جفا کردم، جفا کردم وفا کردی. تو به شرمی زی من دیدی، برویم ستر لیان کردی. زی عبدی به حیایی خود حیا کردی، حیا کردی. عطا کردی خطا کردم، خطا کردم عطا کردی، وفا کردی جفا کردم، جفا کردم وفا کردی. مرا هر لحظه زنجیر گناه بود و برگردن، کرم کردی برای من، فراری را صدا کردی. مرا هر لحظه زنجیر گناه بود و برگردن، کرم کردی برای من، فراری را صدا کردی. عطا کردی خطا کردم، خطا کردم عطا کردی، وفا کردی جفا کردم، جفا کردم وفا کردی. تو بخشیدی گناهم را، خریدی اشک و آهم را. تو زخمم را شفا دادی، تو دردم را دوا کردی. تو بخشیدی گناهم را، خریدی اشک و آهم را. تو زخمم را شفا دادی، تو دردم را دوا کردی. من از خود آبرو بردم، تو بر من آبرو دادی. من از غفلت چه ها کردم، تو از رحمت چه ها کردی. من از خود آبرو بردم، تو بر من آبرو دادی. من از غفلت چه ها کردم، تو از رحمت چه ها کردی. عطا کردی خطا کردم، خطا کردم عطا کردی، وفا کردی جفا کردم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا،
صل على محمد. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلوا على نبينا المصطفى طه دينا هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا هو خير العالمين ابن عبد الله. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا 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 يا هنانا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخیر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخیر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر. از تخت پر از نعمت ناگاه بزیر افتی. بیگانه شود از تو این نام و نشان آخیر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخیر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخیر. دوری بکنند آن دم اولاد و عزیزانت. دوری بکنند آن دم اولاد و عزیزانت. بیزار شوند از تو یاران جهان آخر. یک گوشگکی شویند آن کل بودی بی جانت. آماده به تو سازند آبی سر و جان آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. کرباس به تو آرند از بحر کفن کردن. تا بر تو بپوشانند آن را به گمان آخر. تابوتی تو را گیرند از خانه به دوش خود. تا
تا قبر برند آنها چون باد دوان آخر. در قبر تو را مانند از شوکت انسانی، بابیل سرد ریزند آن خاک گران آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. مردم همه برگردند از بام سری قبرت، در خانه خود مانی تنها تو بدان آخر. آن لحظه نکیر آید گوید که بگو بر من ربک ما دینک ای بنده آن آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. گویند که رسولت کیست اظهار بکن نامش، گویند که رسولت کیست اظهار بکن نامش. چون شخص مسلمانی دانی همگان آخر، گویی بجوابی او من بنده سبحانم، پیغمبر من احمد آید به زبان آخر. از دین چی می پرسی من شکر مسلمانم، از دین چی می پرسی من شکر مسلمانم. از لطف خدا سازی این گونه بیان آخر. خوشحال ملک گوید تبریک به تو جنت، در خواب عروسی شو چون شاه جوان آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. انسانی که مشرک است این گونه به او گوید من چیزی نمیدانم از سود و زیان آخر. از خشم ملک گوید ای بیدین و لا مذهب، از خشم ملک گوید ای بیدین و لا مذهب. ضایع به کجا کردی آن عمری گران آخر. آنگه به فغان گوید من غافل از این بودم، در خواب نمی کردم این گونه گمان آخر. با قهر ملک گوید ای ظالم نالایق، با قهر ملک گوید ای ظالم نالایق. دوزخ بود آماده بر کی نگران آخر. یا رب تو عزیزی را مغلوب نگردانی، تا خم نکند پشتش این بار گران آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر.
دلی رنجیده را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم دلی رنجیده را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم در آن ویران ای میهن که هر دم کار می باید و جز فتیان بی مضمون نو بیکار نمی بینم در آن ویران ای میهن که هر دم کار می باید بجز فتیان بی مضمون نو بیکار نمی بینم جهاد و حجتی ما را که فرمانی الهی بود ابو جهلان چی ها کردن دو کرار نمی بینم جهاد و حجتی ما را که فرمانی الهی بود ابو جهلان چی ها کردن دو کرار نمی بینم ستم بر مردمی مظلوم مقومی بینوا بینم شعاری عدل و انصاف بدوار نمی بینم ستم بر مردمی مظلوم مقومی بینوا بینم شعاری عدل و انصاف بدوار نمی بینم دلی رنجیده را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم دلی رنجیده را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم نمی خواهم دل و یاری بیانی نیمیره هرگیز که در به همتون یک چشم می بداره نمی بینم نمی خواهم دل و یاری بیاری نیمیره هرگیز که در به همتون یک چشم می بداره نمی بینم فدای مد سنگردار ربا عزمی بره نپای کزیاشان سست عنصر فداکار نمی بینم فدای مد سنگردار ربا عزمی بره نپای فدای مد سنگردار ربا عزمی بره نپای کزیاشان سست عنصر فداکار نمی بینم دلی رنجیده را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم دلی رنجیده را
لطفه زی دل داره نمیبینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمیبینم مجورم زی سعادت را زی دوری سفره شاهه که در آن حلقه جز منحو سوغد داره نمیبینم مجورم زی سعادت را زی دوری سفره شاهه که در آن حلقه جز منحو سوغد داره نمیبینم وفا با دشمنانی دین اگر داری نمیدارد کز آن فساقی میخوارم وفا داره نمیبینم وفا با دشمنانی دین اگر داری نمیدارد کز آن فساقی میخوارم وفا داره نمیبینم دلی رنجیده رو لطفه زی دل داره نمیبینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمیبینم دلی رنجیده رو لطفه زی دل داره نمیبینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمیبینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمیبینم مسلمان چرا زار و حیران شدی به طوفان ذلت تو ویران شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی کمین گشت دشمن برای شما چرا غافل از مکر شیطان شدی زمان لبت غنچه‌ای خنده بود چرا ای برادر تو گریان شدی زمان لبت غنچه‌ای خنده بود چرا ای برادر تو گریان شدی مسلمان چرا زار و حیران شدی به طوفان ذلت تو ویران شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی به وحدت خروشان تو بودی چو بحر چرا قطره گشتی و پنهان شدی چراغی هدایت خموش است و تو کنون خالی از نور ایمان شدی چراغی هدایت خموش است و تو کنون خالی از نور ایمان شدی مسلمان چرا زار و حیران شدی به طوفان ذلت تو ویران شدی
به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ ندیدی مگر عزتی دین بخود؟ چرا دور از حکم قرآن شدی؟ به آزادگی بودگیت کجاست؟ چرا پا به زنجیر و زندان شدی؟ اگر رفت و شیطان تو را سرور است، چرا ای برادر مسلمان شدی؟ چرا ای برادر مسلمان شدی؟ مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی؟ به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ انسان از یک کاغذی بی ارزش پول ساخت، اما پول در این دور و زمان از انسان ها چیزهایی که نساخت. همین است که میگوید هم پدر هم مادری ما پول شد، هم برادر خواهری ما پول شد. مهر آدم ها زی آدم دور شد، آدمی بی پول به چشم بی نور شد. بسیار خوب گفته است. پول اگر داری تو را حرمت کنند، پول نداری گر تو را تهمت کنند. پول چه شیرین بوده است که دای ما از پیش بیداری و غربت کنند، اما ما دست به دعا میبرداریم، طلب آن را میکنیم که ای خدایا بندگان را عقل ده، وقتی مردن یک کفن را نقد ده، چون که دانند دوست جانی پول نیست، دوست جانی را به ما در اصل ده. برای آن نفرانی که اینقدر به مال دنیا دل بسته‌اند، یاد دو مصرع شعر است که میگوید پول دنیا دستگیرت نیست روزی ماجرا، مال و ملکت از سرت ماند دلی را پاس دار. السلام علیکم. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. قمرون
وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبطى إذا مست أيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا وهدي المصطفى يهديك نورا تنال الشمس منه والبدورا وهدي المصطفى يهديك نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء قمر سيدنا النبي قمر يا عيني وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ندای در درون گوید گناه بس به تقوا کن دل خود را ملبس به تن پوشی درخت عافیت را قوی کن عزم ترک معصیت را قوی کن عزم ترک معصیت را در این ماه که نامند ماه غفران
بیا عهد ببندم نزد رحمان بیا عهد ببندم نزد رحمان از این پس با معاصی خون نگیرم پی ابلیس و سمتی او نگیرم پی ابلیس و سمتی او نگیرم چو با وسواس در دل قصد ما کرد وگر تشویق و ترغیب خطا کرد وگر تشویق و ترغیب خطا کرد بهوش باشم که آهنگ هلاک است سرانجامش عذاب دردناک است سرانجامش عذاب دردناک است در آن روزه که هنگام حساب است وجودی آدمی در اضطراب است حساب آرد خدا هر ذره را فرازی کوه عمقی دره را هر آن جای گناه کردی زمانه چه روز و شب چه پنهان و نهانه چه روز و شب چه پنهان و نهانه همه بر کفه میزان گردد کجا از چشم حق پنهان گردد کجا از چشم حق پنهان گردد تصور کن چه باشد حال آن روز تو را از زشتی اعمال آن روز تو را از زشتی اعمال آن روز بسوزد آتش حسرت دلت را چو بینی شر و عصیانی حاصلت را چو بینی شر و عصیانی حاصلت را پشیمانی چه سودان روز ایدل مشو تا زنده یک لحظه غافل مشو تا زنده یک لحظه غافل از این فرصت که رحمت به شمار است
ثواب و اجر هر نکی هزار است از این فرصت که رحمت به شمار است ثواب و اجر هر نکی هزار است ثواب و اجر هر نکی هزار است بیا با توبه راضی کن خدا را بگو استغفر الله هر خطا را بیا با توبه راضی کن خدا را بگو استغفر الله هر خطا را محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک زیبوی زلفی تو مست است و جانم دوگه سوی سومن سایت مبارک دوگه سوی سومن سایت مبارک شبی معراجی جای خود برفتی براق و تاج و دستگاهت مبارک براق و تاج و دستگاهت مبارک محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک رسیدی در مقام قاب قوسین این مقام معلایت مبارک این مقام معلایت مبارک ابو جهل لعین شد دشمنی تو سقر گفت بیا جایت مبارک سقر گفت بیا جایت مبارک محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک همه خیلی ملک گفت یا الهی حبیبی خاصی درگاهت مبارک حبیبی خاصی درگاهت مبارک بهشتی جاویدانی خاک پایت بعرشی حق کفی پایت مبارک بعرشی حق کفی پایت مبارک محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک برای امتان دل خسته بودی دعا کردی دعایت مبارک دعا کردی دعایت مبارک بزودی رفتی باز آمدی زود نرفته گرمی از جایت مبارک نرفته گرمی از جایت مبارک محمد قد و بالایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک محمد روی زیبایت مبارک ابو بکر و عمر عثمان و
حیدر همه گویند ثناهایت مبارک، همه گویند ثناهایت مبارک. زی انگشتت شخ شد ماهی تابان، به جامی معجزی پایت مبارک، به جامی معجزی پایت مبارک. محمد خد و بالایت مبارک، محمد روی زیبایت مبارک، محمد روی زیبایت مبارک، محمد روی زیبایت مبارک. وحدت با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی، شعر از عمر کمالی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشت دستند. چنین تا کی تو پابند قوایی، چنین تا کی تو پابند قوایی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشت دستت. چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. مسلمانان ز یک آیین و کیشن، چرا پس جور و حقد و بی وفایی؟ مگر دین و کتاب و قبله یک نیست، چرا پس اختلاف و خودگرایی؟ چرا پس اختلاف و خودگرایی؟ محمد هم رسول عالمین است، چنین پس تابع شیطان چرایی؟ میان ما خلاف افکنده دشمن، ندارد دست یک دستی صدایی، ندارد دست یک دستی صدایی. تلف شد عمر در غفلت برادر، نمیخواهی به سوی حق بیایی. ندارد جز به وحدت هیچ قومی، ز دست دشمنش راه رهایی، ز دست دشمنش راه رهایی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشت دستت. چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. سهر نسل و نژاد و رنگ و شهری، عرب یا قوم فرس و آریایی، بیا سوی کلام پاک یزدان، که دعوت میدهند بر یک صدایی، که دعوت میدهند بر یک صدایی. بیا تا بازگردد مسلمین را شکوه و عزت و فرمان روایی. بیا تا مسجد الاقصی نماند اسیر جور و ظلم و بینوایی، اسیر جور و ظلم و بینوایی. بیا تا در دیار پاک افغان ز جنگ و خون نماند رد پایی،
بیا تو زندگی از سر بگیری، به راه و رسم ناب مصطفایی، به راه و رسم ناب مصطفایی. مکن غیبت کسی را ای مسلمان، که غیبت میبرد خیر و سخاوت. زبانت حفظ کن از لفظ ناپاک، که باشید در امان روز قیامت. خداوند امر کرد بر بنده خود که کل مؤمنان هستند برابر. اگر کرده غیبت مؤمن را، سزایت خواهد روز محشر. ادا کن فرض قرآن رحمان، که از تو دور نگردد نور ایمان. ز غیبت دور باش و شکر بنما، به هر یک لحظه این عمر و این جان. بدان الله با هر صابرین است، مزن داد و فغان بر هر غم خویش. بگو یا رب هدایت کن ما را، که در غفلت نمانیم درز ایمان. امید بنگر به عالم تو امروز، نه انصاف ماند و مؤمن دلسوز. مکن در حق کس هیچگاه غیبت، که در آخر مخوری صد افسوس. مکن غیبت کسی را ای مسلمان. اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور. از شوق و ذوق آیه ها دیشب نشستم گوشه ای، اشکم چکید بر گونه‌ام، یا رب ندارم توشه ای. با گریه های نیمه شب، با کوله باری از گناه، آمد به سویت بنده ات با ذکر و یاد و اشک و آه. اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور. شرمنده ام یا رب بخش، قلب و دلم تیره شده، بر باب رحمت ای خدا چشمان من خیره شده. در دام شیطان و هواس افتادم و غافل شدم، در اوج عصیان و گناه از یاد تو غافل شدم. اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور. غرق گناه بودم ولی امشب به سویت آمدم. اغفر ذنوبی یا غفور، با آیه هایت آمدم. گفتم که من تنها شدم، گفتی که من هستم غریب.
از رحمتت بر من ببخش ای آشنای هر غریب. گفتم که من تنها شدم، گفتی که من هستم قریب. از رحمتت بر من ببخش ای آشنای هر غریب. با توبه هایم آمدم چشم انتظار رحمتت. این بنده عاصی خود یا رب مران از درگهت. با توبه هایم آمدم چشم انتظار رحمتت. این بنده عاصی خود یا رب مران از درگهت. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. الصلاة خير من النوم. سوره تکاثر 102 سوره قرآن بوده در مکه مکرمه نازل شده از 8 آیت عبارت است. این سوره از مشغول شدن مردم به دنیای فانی و جمع کردن متاع ناچیز آن و نهایت حریص بودن و دوست داشتن مال دنیا و دیگر کارهای پست آن تا رسیدن مرگ و بردن آنها از قصرهایشان تا به گور سخن کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. الهاکم التکاثر. شما را حرص افزون طلبی مشغول و غافل ساخت، یعنی ای انسان ها خواهش جمع کردن بایگری و زیاد کردن عدد فرزندان در این دنیای فانی گذرا شما را چنان اسیر غفلت ساخت که در دلتان برای محبت الله تعالی و فکر آخرت دیگر جای باقی نماند. شما همیشه در فکر آن شدید که چطور پول و ثروتتان از دیگرها زیادتر، منزلتان بزرگ و زیباتر، طرفدارتان هرچی بسیار باشد. میخواستید از همه جهت غالب دوران باشید. این رفتارتان تا وقت ادامه یافت که عمر شما به آخر رسید و حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. حتی به گورستان ها رسیدید، قبرها را زیارت کردید. ای مردم، شما در افزون گردانیدن مال و اولاد و طرفدارتان آنچنان حریصانه مشغول شدید، نه طاعت و عبادت خدا میکنید و نه برای روز آخرت یگان تیاری میبینید. این کارتان حتی تا دم مرگ شما و تا آن لحظه‌ای که شما را در قبرها دفن کردند دوام کرد. با ایگری این دنیا هم لازم است، لیکن نه به درجه به آن مشغول باید شد که آخرت را فراموش کرد. با ایگری دنیا را نیز باید طبق نشان دادی خداوند صرف کرد، نه در راه فسق و فساد و نه به طرز غیر شرعی. دیر نگذشته در حالت جان دادن حق و درست بودن همه این سخنها را خواهی فهمید، اما چه فایده؟ اکنون دیر شده است و توبه کردن و ایمان آوردن در آن وقت دیگر قبول نیست. کلا سوف تعلمون. نه باید به هوش باشید، زود است که خواهید دانست. یعنی دلکوب شاید ای مردم، برای چه همه وقت خود را در تفخر و در جمع کردن پول و مال صرف نمودید؟ حقا به زودی میفهمید که بخت انسانی با خیرت در جمع آوری پول و مال نبوده است. ایتی زیرین باز این مضمون را تأکیداً بیان می سازد. ثم کلا سوف تعلمون.
باز هم نه زود است که فرجام افزون طلبی را خواهید دانست. نه چندان دیر وقتی مرگ شما برسد با مجرد تلخی جان کندن را چشیدن نادرستی همه آن عملهایتان به شما معلوم گردد. لکن چی فایده؟ انسان گناهگار چی در حالت مرگ و چی بعد آن آرزو می نموده است که بار دیگر به دنیا آید و برای آبادی قیامت خود عملهای صالح را انجام دهد. لکن هرگز بار دوم به عالم آمدن عادت نیست. هر چی کردی هر چی ماند. چگونه خداوند کریم در قرآن کریم می فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تا وقتی که به کسی از آنها مرگ بیاید گوید ای پروردگار من مرا بازگردان، لعلی اعمل صالحا فيما تركت، بود که در سرایی که آن را بگذاشتم کاری نیکو کنم. خداوند در جواب میگوید كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. چون این بازگشت نخواهد بود، به درستی که این سخنی است که باوی از غیر فایده گوینده آن است و پیش آنها تا روزی که برانگیخته شوند برزخی باشد. كلا لو تعلمون علم اليقين. نه اگر به علم یقین بدانید شما باید از این راه پیش گرفته هاتون که آن طلب مال دنیا و منصب است و آخر شما را هلاک میکند بازگردید. لترون الجحیم البته دوزخ را خواهید دید. این آیت جواب قسم محذوف روی پوشیده است که به حرف لام تأکید شده است، یعنی قسم به الله ای مردم به دنیا فریفته شده البته دوزخ را با چشمتان یقین میبینید. به هستی دوزخ ایمان آوردن فرض است، چون که این یک رکن ایمان است. ای انسان اگر به هستی دوزخ باور داشته باشی پس چرا برای نجات خود فرمودهای خدای تعالی را اجرا نمیکنی؟ ثم لترونها عین الیقین بعد از آن البته جهنم را با چشم یقین خواهید دید. یعنی خداوند باز تأکید در جواب قسمهای خود فرموده است که ای کسانی به نعمت و منصب دنیا مغرور، ای کسانی خدا و قیامت را فراموش کرده و ای کسانی مشغول به هوای و هوس نفسی خود، ای انسان‌هایی که با یک مبلغ ناچیز دین و دیانتتان را فروخته، البته برای شما جهنم با تمام عذابهایش آماده است و آن را یقینا با چشم می‌بینید. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سپس در آن روز از نعمتها البته پرسیده خواهید شد. یعنی ای شخصی به دنیا مغرور این کار کرده ای روز جزا، آیا همه این نعمتهای دنیا که تو از آن برخورداری بی صاحب و بی حسابند؟ نه، البته تو در آخرت از نعمتهای استفاده کردگیت، بایگری، سلامتی، تنجی و آسایشتگی، خوردنی و پوشیدنی ها، زن و فرزند و غیره یک و یک پرسیده می شوی. انشاءالله با روایت کردن حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه و شرح این سوره مبارکه را با آخر می رسانیم. امام مسلم از ابو هریره روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم شب یا روز از خانه خود برآمدند و با حضرت ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه روبرو شدند. حبیب خدا صلی الله علیه وسلم از آنها پرسیدند چه چیز شما را در این ساعت از خانه هایتان بیرون آورد؟ گفتند گرسنگی یا رسول الله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتند قسم به ذاتی که نفس من در ید و قدرت اوست، آن چیزی که شما را از خانه اتان برآورده است مرا نیز از خانه ام برآورده است. بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند با همراه من روان شوید. آنها به خانه یکی از برادران انصار آمدند. او در این وقت برای آوردن آب شیرین رفته بود. زن انصاری برآمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم را دید و گفت مرحبا و اهلا، یعنی خوش آمدید. در این هنگام آن انصاری بازگشته آمد. چون به رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابگانش نظر کرد گفت
الحمدلله امروز هیچ کس از من دیده مهمان با قدر ندارد. آن عزیزان را به خانه در آورد و خود به بیرون برآمد. پس از مهلت با خوشه خرما آمد. خرماهای آن خوشه بعضی پخته خشک شده، بعضی نیم پخته و بعضی خام بودند. صاحب خانه آنها را به خوردن تکلیف کرد. آن انصاری برای مهمانهایش گوسفندی را کشته طعام پخت. بعد از آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه خطاب کردند: قسم به ذاتی که جان من در ید و قدرت اوست، شما از این نعمتها در روز قیامت پرسیده می شوید، اگر چند که گرسنگی شما را از خانه هایتان برآورد. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بدور هدى